سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی. قدم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز، ورای حد تقریر است شرح آرزومندی. الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور، پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی. جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست، ز مهر او چه می پرسی در او همت چه می بندی. همایی چون تو عالی قدر حرص استخوان تا کی، دریغ آن سایه همت که بر نااهل افکندی. در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی خرسندی. به شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند، سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. درود و صد درود. شنبه دیگر است و اوراق زرینی دیگر. این کمترین رضا افتخاری با یاری و مساعدت دیگر همکارانم در رادیو کوچه در خدمت شما هستم. هفته پیش آغاز کردیم بررسی و خواندن کتاب مجمع النوادر و یا 4 مقاله نظامی عروضی سمرقندی را و نگاهی کوتاه داشتیم به شرح احوال مؤلف و همچنین قسمتی از مقدمه کتاب را نیز خواندیم. در این هفته به کتاب می‌پردازیم و بخش‌هایی از آن را نیز خواهیم خواند. 4 مقاله یکی از کتاب‌هایی است که بسیار می‌توان از آن آموخت. نمی‌توان انکار کرد که برخی از نوشته‌های آن به خصوص در زمینه علم با دانسته‌های امروز ما در تعارض است و برخی از قسمت‌هایش را دوست نداریم، اما نمی‌توانیم درس‌های آن را نادیده بگیریم. این درس‌ها به خصوص در مقاله دوم کتاب که به ماهیت علم شعر می‌پردازد نکته‌ها دارد که کنکاش در آن می‌تواند بسیار راز سر به مهر را بر ما بگشاید. نخست به عنوان می‌نگریم: ماهیت علم شعر و نه ماهیت هنر شعر. بحث ها بوده و هست که کدام درست‌تر است و علت ها آورده شده که هر کدام شعر را به سمت و سوی کشانده‌اند. آنچه نظامی عروضی میگوید به آن چیزی نزدیک است که چندین قرن بعد فرمالیست های روس به دامان آن درآویختند. اینکه فرمالیست ها تا چند اندازه با عروضی سمرقندی آشنا بودند بحث ما نیست. صحبت از این است که دستاورد او چند قرن بعد مورد توجه قرار گرفته است و آن هم نه توسط ما که توسط روس ها که احتمالاً هیچ شناختی از این منتقد ادبی نداشتند. جدای این مسائل می توانیم این نکته را مد نظر قرار دهیم که بحث پیرامون شعر در ادبیات فارسی می تواند به کل ادبیات تعمیم داده شود.
از نوشته‌های منصور 100 ساله اخیر که بگذریم، نوشته‌های غیر شعری ما انگشت شمارند و طرف آنکه همین نوشته‌های محدود نیز به شعر پهلو می‌زنند. گلستان به نثری مصنوع نوشته شده که کم از شعر ندارد. مقامات حمیدی و تاریخ بیهقی را خود شعرهای منصور می‌دانند که شعرای شعر سپید و معاصر بهره‌های فراوان از آن بردند. در نتیجه میتوان عنوان فرعی ماهیت علم شعر را ماهیت علم ادبیات نامید و نوشته عروضی سمرقندی را به کل ادبیات تعمیم داد. با هم مقدمه و قسمتی از مقاله دوم کتاب را میخوانیم. شاعری صناعتی است که شاعر بدان صنعت اتساق مقدمات موهمه کند و التئام قیاسات منتجه، بر آن وجه که معنی خرد را بزرگ گرداند و معنی بزرگ را خرد و نیکو را در خلعت زشت باز نماید و زشت را در صورت نیکو جلوه کند و به ایهام قوتهای غضبانی و شهوانی را برانگیزد تا بدان ایهام تبع را انقباضی و انبساطی بود و امور عظام را در نظام عالم سبب شود. اما شاعر باید سلیم الفطره، عظیم الفکر، صحیح الطبع و جید الرویه و دقیق النظر باشد، در انواع علوم متنوع باشد و در اطراف رسوم مستلف، زیرا چنان که شعر در هر علمی بکار همی شود، هر علمی در شعر بکار همی شود. و شاعر باید که در مجلس محاورت خوشگوی بود و در مجلس معاشرت خوشروی، و باید که شعر او بدان درجه رسیده باشد که در صحیفه روزگار مستور باشد و بر سنه احرار مقروء، بر صفائن بنویسند و در مدائن بخوانند که حظ اول و قسم افضل از شعر بقاء اسم است، و تا مستور و مقروء نباشد این معنی به حاصل نیاید، و چون شعر بدین درجه نباشد تأثیر او را اثر نبود و پیش از خداوند خود بمیرد، و چون او را در بقاء خیش اثری نیست، در بقاء اسم دیگری چه اثر باشد؟ اما شاعر بدین درجه نرسد الا که در عنفوان شباب و در روزگار جوانی 20,000 بیت از اشعار متقدمان یاد گیرد و 10,000 کلمه از آثار متأخران پیش چشم کند، پیوسته دواوین استادان همی خواند و یاد همی گیرد که درآمد و بیرون شد ایشان از مذائق و دقایق سخن بر چه وجه بوده است، تا طرق و انواع شعر در طبع او مرتسم شود و عیب و هنر شعر بر صحیفه خرد او منقش گردد، تا سخنش روی در ترقی دارد و طبعش به جانب علو میل کند. هر که را طبع در نظم شعر راسخ شد و سخنش هموار گشت، روی به علم شعر آرد و عروض بخواند و گرد تصانیف استاد ابوالحسن سرخسی بهرامی گردد، چون غایت العروضین و کنز القافیه و نقد معانی و نقد الفاظ و سرقات و تراجم و انواع این علوم بخواند بر استادی که آن داند، تا نام استادی را سزاوار شود و اسم او در صحیفه روزگار پدید آید، چنان که اسامی دیگر استادان که نامهای ایشان یاد کردیم، تا آنچه از مخدوم و ممدوح بستاند حق آن بتواند گزارد در بقاء اسم. و اما بر پادشاه واجب است که چنین شاعر را تربیت کند تا در خدمت او پدیدار آید و نام او از مدحت او هویدا شود. اما اگر از این درجه کم باشد
نشاید به دو سیم ضایع کردن و شعر او التفات نمودن، خاصه که پیر بود. و در این باب تفحص کردم، در کل عالم از شاعر پیر بدتر نیافتم و هیچ سیم ضایع تر از آن نیست که به وی دهند. ناجوان مردی که به 50 سال نداشته باشد که آنچه من همی گویم بد است، کی بخواهد دانستن؟ اما اگر جوانی بود که طبع راست دارد، اگرچه شعرش نیک نباشد، امید بود که نیک شود و در شریعت آزادگی تربیت او واجب باشد و تعهد او فریضه و تفقد او لازم. اما در خدمت پادشاه هیچ بهتر از بدیهه گفتن نیست که به بدیهه طبع پادشاه خرم شود و مجلس ها برافروزد و شاعر به مقصود رسد و آن اقبال که رودکی در آل سامان دید به بدیهه گفتن و زود شعری کس ندیده است. به پایان برنامه این هفته نزدیک می شویم و برای شما نغمه های پرمهر آرزو می کنیم. تا مجالی دیگر، درود و صد بدرود.